یکم فاصله گرفتیم، چند روزی گفتیم شاید حالا دلتون تنگ شه برامون، شاید یادمون بیفتید، شاید حرمت نون و نمک یادتون بیفته، شاید کارتون لنگ شه دوباره. ولی به خودمون اومدیم دیدیم شما اصلا ما رو یادتون رفته، ما رو فراموش کردید، انگار هنوز زنده ایم، ما تو خاک نرفتیم اینقدر راحت ما رو گذاشتید کنار. واقعا یعنی از اول دروغ بود؟ یعنی از اول دوستمون نداشتی؟ فقط نقش، فقط دروغ میگفتی و کنار ما حال دل خودت خوب میشد، کنار ما زخمات خوب میشد. حالا یه جوری که شما ما رو کنار گذاشتید حس کردم، اصلا مهم نیست کنار گذاشتی، ولی این حس رو به من داد که انگار بی اهمیت ترین آدم زندگیت من بودم.